به نام خدا و درود بر شما بینندگان عزیز. به برنامه معلوماتی زیرنام تاریخچه والیبال با من سهیل اکبری خوش آمدید. والیبال بازی که توسط دو تیم معمولا 6 بازیکن در یک طرف انجام می شود که در آن بازیکنان از دستان خود برای ضربه زدن به توپ به جلو و عقب برای یک تور بلند استفاده می کنند و سعی می کنند توپ را قبل از لمس زمین در محوطه بازی حریفان قرار دهند. یک تیم اجازه دارد فقط 3 لمس توپ را از روی تور برگرداند. والیبال در سال 1895 توسط ویلیام جی مورگان مدیر فیزیکی انجمن مسیحان مردان جوان در هالیوک ماساچوست اختراع شد. مورگان این ورزش را مینتونت نامید و استادی از کالج اسپرینگفیلد در ماساچوست نام والیبال را پیشنهاد کرد. قوانین اصلی بازی والیبال توسط مورگان نوشته شده و در سال 1897 چاپ شد. اولین تورنمنت سراسری در ایالات متحده توسط کمیته تربیت بدنی در شهر نیویورک در سال 1922 انجام شد. انجمن والیبال ایالات متحده در سال 1928 تشکیل شد. والیبال در طول جنگ جهانی اول زمانی که سازمان‌های ملی تشکیل شد توسط نیروهای آمریکایی وارد اروپا شد. فدراسیون بین المللی توپ والیبال در سال 1947 در پاریس سازماندهی شد و در سال 1984 به لوزون سوئیس منتقل شد. ورزش هایی که مشابه ورزش والیبال است: والیبال ساحلی که روی شین و با تیم‌های 2 نفره بازی می شود. والیبال نشستن نوعی از والیبال برای ورزشکاران معلول که در حالت نشسته بازی می شود و همچنان به نام والیبال پارالمپیک نیز شناخته می شود. والیبال در آب، والیبال برفی و غیره.